سلام. اگر میخوای برای دانشگاه پلی‌تکنیک میلان اپلای کنی حتما این ویدیو رو نگاه کن. داخلش بخوام آموزش بدم که چجوری رشته ها رو پیدا کنیم که چه رشته‌ای داخل دانشگاه پلی‌تکنیک میلان هست، بعدم چه مدارکی نیاز داره برای اپلای کردن و چجوری میشه داخل دانشگاه پلی‌تکنیک میلان اپلای کرد. پس اگر میخوای ادامه این ویدیو رو ببینی حتما دکمه لایک رو بزن، سابسکرایب هم اگر نداری حتما سابسکرایب کن. مرسی ازت. و سوالی هم اگر داشتی در طول این ویدیو حتما کامنت بذار، من در اولین فرصتی که بتونم حتما جواب کامنت ها رو میدم. دانشگاه پلی‌تکنیک میلان یکی از بهترین دانشگاه‌های توی اروپا و اولین دانشگاه مهندسی توی ایتالیا باشه. پس قبلش اینم بگم کانال تلگرام و اینستاگرام منم داشته باش، اینجا مینویسم این دوتا رو و داخل اونجا من کالایی که مربوط به دانشگاه پلی‌تکنیک میلانه رو مینویسم و البته نوشتم، ولی خب میتونی بری چک کنی که چه تاریخ‌هایی باز هستش که بتونی بری اقدام کنی و اپلای کنی. الان در حال حاضر که این ویدیو رو دارم میگیرم داخل کال اول هستیم. پلی‌تکنیک میلان دانشگاهی که ترم زمستون هم داره، یکی از معدود دانشگاهایی که ترم زمستون هم داره و این که هم میتونی برای ترم مهر اپلای کنی، هم میتونی برای ترم زمستون اپلای کنی و بازهای مختلف وجود داره. اینم بگم که مثلا دانشگاه پلی‌تکنیک میلان بازه اولش از توی شهریور ماه شروع میشه تا مهر و آبان، بازه دوم اپلایش از توی بهمن شروع میشه تا اسفند ماه حدوداً و یه بازی دیگه هم داره که توی بهار تابستون سال بعدش برگزار میشه و مربوط به ترم زمستون دانشگاه پلی‌تکنیک میلانه، ولی فرقی نمیکنه. توی اپلای کردن میخوای از سایت استفاده کنی، اینکه توی کدوم کال داری اپلای میکنی به یک شکله. پس بریم که من داخل کامپیوتر توضیح بدم که چجوری میتونیم برای دانشگاه پلی‌تکنیک میلان اپلای کنیم. خب بریم سراغ اپلای دانشگاه پلیمی. من یه سری توضیحاتم نوشتم روی کاغذ، همزمان با آموزش دادن اپلای این نکاتی که نوشتم و مهمرم همزمان باهاش بهتون توضیح میدم. پلیمی توی گوگل که بزنیم میاد. حالا polymi.it مخفف پلی‌تکنیک آف میلان روش بزنم، خب باز میشه. اول از همه اینو بگم که میتونم زبان سایت رو عوض کنم. اگر مسلط نیستی به زبان ایتالیایی زبانش رو انگلیسی کنید. روی لینگوا میتونم کلیک کنم و انگلیسو بزنم، یا اینکه میتونم از راست کلیک کنم روی ترنسلیت بزنم. حالا توی مرورگری که مثلا کروم یا موزیلا فایرفاکس باشه میتونی انجام بدی. حالا من اینجا رو انگلیسی میکنم. خب میام اینجا این سه تا خط رو میزنم، منو پروگرام ها رو میتونم ببینم، روش کلیک میکنم، میام مقطع لاوریا یا کارشناسی، لاوریا ماجسترال کارشناسی ارشد و انواع بقیه‌اش. مثلا لاوریا ماجسترال رو باز میکنم، کارشناسی ارشد. اینجا میتونم رشته ها رو نگاه کنم که به چه زبانی برگزار میشه. اینجا پرچمش هست، اونایی که همزمان هم پرچم انگلیسی داره هم ایتالیا. بعضی از درساش انگلیسیه، بعضی از درساش ایتالیاییه، یا دو تا شاخه داره که در دو تا شاخه برگزار میشه و این رشته هایی که میتونید داخلش برید. خب حالا برای اینکه ثبت نام کنم بخوام اپلای انجام بدم سعی میکنم تندتر بگم به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه. برای همین دیگه عذرخواهی میکنم اگه خیلی تنده. لاگین رو میزنم. اگر من اکانت نداشته باشم اینجا باید رجیستراتیو بزنم. اینجا پرچم انگلیس رو میزنم که شما هم راحت باشید. رجیستر رو میزنم. برای رجیستر کردن اطلاعات شخصی باید وارد کنم، اما از اونجا که زیاد وقتمون گرفته نشه من پر میکنم همینجوری صرفاً تاریخ تولد، بعد country of birth من ایران رو انتخاب میکنم، Islamic Republic of Iran. خب بعد از اینکه انتخاب میکنم place of birth رو پیشنهاد میده به من. مثلا من تهرانم و لپتاپ رو بزنم به شارژ. مثلا تهرانم، اینجا میتونم بر اساس حروف الفبا به تهران برسم. اینو بزنم. خب تهران تی، خیلی سریع برم سراغش. این انگلیشش تهران نوشته میشه، ایتالیاییش تهران. من همون تهرانه که توی پاسپورتم هست میذارم. اگه شهرتون توی این لیست نبود اینجا اسم شهرتون رو وارد میکنید. سیتیزنشیپ ما هم که ایرانه، ولی خب ایران اینجا بود، ایرانیان. اودر سیتیزنشیپ اگه داری تکس کد نیازی نیست، ولی خب اگر ایتالیایی باشی یا رزیدنس باشی بعد اینجا رو وارد کنی. پرسونال ایمیل آدرس من یه دونه
ایمیل دارم با اون همون تستی میرم، کانتری آف پرسن عوض شد. میذارم مثلا یه کشور دیگه، مهم نیست، اینا فقط برم جلو یاد بدم. نکست رو میزنم. دارم پر میکنم همینجوری ارور داد. خب برم. مشکل یکی دوتا نیست. خب اینجا آپشنال موبایل خودم باید وارد کنم، همینطور شماره تلفن منزل اگر دوست دارم و همینطور شماره تلفن جایی که ساکن هستم. نکست رو میزنم، آپشنال واردش نمیکنم. مرحله 3 اطلاعات منو به خودم میده. آندورا رو کلیک کرده بودم، اسم شهرمو و سیتی شیپمو کاری بینا نداریم، مهم نیست، فقط میخوام جلو برم و آموزش بدن که چیکار باید بکنیم. نکست رو بزنم. اینجا باید یس رو بزنم، میگه اجازه پردازش اطلاعات شخصی به من میدید یا نه، که من یس رو میزنم. نکست رو میزنم. خب میگه یه دونه پسورد برای خودت انتخاب کن که 8 تا کاراکتر داشته باشه، 2 تا حداقل نامبر داشته باشه، 2 تا آلفابت داشته باشه، یه دونه حروف بزرگ حتما داشته باشه و یه چیزی انتخاب کنم صرفا. کانتینیو رو بزنم ببینم قبول میکنه یا نه. قبول کرد. اینجا نوشته که همچین کسی خب ثبت نام کرده، حالا براش ایمیل ارسال میشه. این پرینت هم بزنم، به من چی میده؟ یه دونه نامه‌ای که مربوط به رجیستر کردنه باید بیاد. آره که من رجیستر کردم، کاری به این نداریم اصلا. میریم داخل ایمیل چک میکنم. من ایمیلمو بیارم. میریم داخل ایمیل چک میکنیم، روش کلیک میکنم، به من یه یوزرنیم داده، این کد منه، با این کد میتونم واردش بشم و برگردم داخل سایت. کانتینیو رو میزنم. این سری دیگه باید ساین این کنم. کد منو اینجا برام فرستاد، اینو کپی پیست میکنم و پسوردی که من خودم انتخاب کرده بودم برای اکانتمو میزنم و ساین این میزنم. حالا بعد از اینکه اتفاق میفته میگه که تو فاکتور رو برای خودت فعالش کن. من زبانش رو انگلیسی کردم. بعد از اینکه انگلیسی میکنم، اینجا برای کسی که اسپید دارن و تو ایتالیا هستن میتونن استفاده کنن. دانشجوهای خارجی باید اکتیویت 2FA پولیمی رو بزنن. بعد از اینکه میزنن، یه اپلیکیشنی هست مایکروسافت ادنتیکیتر، اگه دیده بشه این اپلیکیشن رو باید دانلود کنید. بعد از اینکه دانلود کردید، این QR کدی که اینجا هست رو من همزمان دانلود کنم. این QR کدی که اینجا هست رو باید اسکن کنیم. بعد از اینکه اسکن کردیم، پسوردی که بهمون میده یا OTP رو که بهمون میده رو بعد اینجا وارد کنیم. بعد از اینکه وارد کنیم، کانفرم رو بزنیم، بعدش میره مرحله بعد. من الان منتظر اسکنش رو انجام دادم، به من یه کدی داره میده که سریعم توی زمان تمام میشه. کد رو وارد کردم، اینفورماسیونه اوکی شد. حالا به من اینجا گفته که اینو اسکن کن، اینا رو اسکنش داشته باشه. این کدیچه رو اینا رو که کاری نداریم، میایم پایین سوای از سرویس آنلاین میزنم و ببین OTP است. OTP تموم شد تایمش. اگه تموم نشه کانتینیو رو میزنم. خب تموم شد. اکانت رو ساختم بر 1000 تا داستانی که داشتم سر این اپلیکیشنه. خب حالا میایم اینجا، من اینو انگلیسی میکنم دوباره که کارمون راحت بشه. اینجا صفحه مربوط به پورتال درخواست دادن اپلای برای دانشگاه پلیتکنیک میلانه. اپلیکیشن فرمز رو میزنم. اینجا اگر کارشناسی میخوای درخواست بدی، لاوریا این دوتا، حالا یه دونش با آزمون و یه دونش بدون آزمونه برای تست و اینا. اگه کارشناسی ارشدی اینجا، اگه میخوای چنج کنی کورس تو هم توی پایینی. الان کارشناسی ارشد رو میخوام بزنم. برای مثال نوشته اپلای تو لاوری ماجستراله، لارا ماجسترالی ماسترز only for international and Italian candidate. روش کلیک میکنم. سال قبل یکم متفاوت تر بود، الان یکم عوض شده. اطلاعات خودم، پرسونال اینفورمیشن خودم میاره، چک میکنم که همه چی درست باشه. آندورا و اگه اطلاعات دیگه ای دارم که خب ندارم، قاعدتا رزیدنت پرمیت تو ایتالیا نیستم، ویزام ندارم،
نیاز نیست اینا رو وارد کنم. ایمیلم اینجا چک میکنم، یه دونه آدرس اینجا وارد میکنم. میتونم عوض کنم، کانسیوم رو ایران کنم، A B C D E F G H I، اینم آی. تان من مثلا کجا بزنم؟ اهواز. اینجا نمیخواد. پست کدم مثلا یه چیزی بزنم، کاری ندارم مثلا چی به چیه. The address doesn't have a street number. آدرس اینجا میزنم رجایی مثلا 23. همینجوری چی پر کنیم. پیویر میزنم، درست شد. حالا اوکیه. سیو میزنم، کاری به اینا ندارم. اپلای تو لاره مجلس داره اینتگراسیون، روی این کلیک میکنم. اپلای فور نیو پروگرام برای سال 2024. خب اینجا نگاه کنید 8 تا مرحله داره. اولین مرحلهش educational background، اولش که همین توضیحات مربوط به خودش. من تیکو میزنم، دسترسی دادم به اطلاعات معدل و دسترسی دادن به اطلاعاتی که وارد میکنی و نمیدونم اینجور چیزاست. گفته که بعد اطلاعات دانشگاهی تو وارد کنی و مدارکی لازم آپلود کنی و اینا. خب نکستو میزنم. اینجا سالهای تحصیلی که قبل از دانشگاه گذروندی، مثلا اگر رشته ریاضی باشی، معمولا کسایی که پروژکت میرن اپلای میکنن رشته ریاضی مهندسی میخوان برن، 12 سال تو درس خوندی. اگر هنرستانی باشی 10 سال، اینو مثلا 11 سال خوندی. حالا طول مدرک کارشناسی چقدر بوده، طول کشیده، اینجا نوشتم. اگر 8 ترم تموم کردی 4 رو میزنی، اگر 9 ترم هم تموم کردی 4 رو میزنی، یا اگر 10 ترم تموم کردی 5 رو میزنی. من مثلا 5 رو میزنم. اینم insert your degree، روش کلیک میکنی و اینجا کشوری که ازش مدرک رو دریافت کردی، ایران، شهری که بوده مثلا تهران، اینجا کجاست، پرند مثلا، اسم دانشگاه مثلا، آدرسش هم این هم آدرس دانشگاه. اینجا پیشنهادم میده، میگه این دانشگاهه، من روش کلیک میکنم. خب اگر این دانشگاه نبود، اینجا یونیورسیتی نات فاوند رو میزنم و خودم واردش میکنم. سلکت یونیورسیتی رو میزنم. حالا میگه بچلور چه بچلوری بوده، رشته تو اگر پیدا نکردی پروگرام پی اچ دی نات فاوند رو میزنی، اگر پیدا کردی روش کلیک میکنی. من سیویل انجینیرینگ رو مثلا میزنم و سلکت پروگرام رو میزنم. حالا توی مرحله بعد به من میگه که تاریخ گریجویشنت کیه. مثلا من میزنم 1 سپتامبر 2023. بعد میگه که معدل چنده، مثلا معدلم 19 و نیمه. lowest graduation grade 0. نه lowest graduation grade 10. lowest in the scale 0. highest graduation grade 20 و highest in the scale اینم 20. خب اینجا من تاریخ فارغ التحصیلی رو میزنم. اول این بالایی هم خب توی این صفحه اینجا چک لیست داره که باید اگر من فارغ التحصیل شدم اینجا کلیکش کنم، اگر فارغ التحصیل نشدم اینو من تیکشو برمیدارم. حالا میام چیکار میکنم، اینجا باید من آپلود مدارک انجام بدم. Certificate of completion of the degree of copy of the degree in the original language. من چون فارغ التحصیل شدم الان تیکشو زدم، میام مدرک تحصیلی که توی لیسانس بوده رو و گرفتم و اورجینالش رو میام آپلود میکنم داخل این قسمت. توجه کنید به این قضیه که اگر کاردانی به کارشناسی بودید 2 بار باید کل این صفحه رو پر کنید. اینم از این. حالا میام چیکار میکنم، اینجا رو باید یه چیزی آپلود کنم.
چوز فایل رو میزنم، یه چیزی برای خودم آپلود میکنم. دومیه گفته که ترجمه مدرک فارغ التحصیلیت به زبان ایتالیایی، انگلیسی، اسپانیایی یا فرانسوی، که ایتالیایی یا انگلیسی ما انجامش میدیم و بچه هم تقریبا همه انگلیسی انجام میدن. من اینم آپلود میزنم اینجا، چوز فایل و آپلود میکنم. بعدش هم گفته که ریزنمرات دانشگاه تو وارد کن، آپلود میزنم، چوز فایل رو میزنم و آپلود دوباره. و بعدش هم گفته که ترجمه ریزنمرات تو وارد کن، آره، به ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی، انگلیسی، که انگلیسی اوکیه، همون انگلیسی رو. و بعدش هم گفته که استادی پلن یا همون کورس اسکریپشن یا به فارسی شرح دروس، که میتونید از داخل سایتش من نوشته بودم، از داخل سایت وزارت علوم، سایت دانشگاه خودتون و همینطور کورس اسکریپشن دات آی سایت دیگه، همینطور داخل کانال تلگرام میتونید سرچ کنید، همینطور تو اینترنت هم سرچ میکنید، میتونید به من هم تو تلگرام پیام بدید اگه داشتم بهتون بدم و باهاتون شیر کنم. همینطور یه کانال تلگرام دیگه هم هست، یعنی پیدا میکنید، مشکل اینو هم نداشته باش. حالا این موضوع دیگه ای که هست، یکم قدیم‌ترا میگفتن مهر نیاز نیست، تازگی‌ها دارم میبینم که یه مقداری سختگیری دارن میکنن و نیاز دارن که مهر بشه. اگر نیاز به مهر داشت بعد برید دانشگاه مهر کنید و با مهر براشون آپلود کنید، که من اینجا مثلا یه چیزی هم آپلود میکنم. خب بعد از اینکه اینا رو آپلود کردم، کانفرم اند کانتینیو رو میزنم. خب اینجا اطلاعات من رو به من نشون میده، دانشگاه جایی که بودم، معدلم چنده، اطلاعاتی که دارید وارد میکنید و بررسی میکنه با این تیک و اجازه میدید که ازش استفاده کنه و دارید اینجا اقرار میکنید که این اطلاعات درسته. تیکش رو میزنید yes confirm and continue. خب بعد از اینکه به این مرحله رسیدم، اطلاعاتم وارد کردم، کاردانی هم اگر داشتم اینجا وارد میکنم، تیک اینو میزنم و next رو میزنم. اینا رو باید پر کنم. اینا میذارم 5 ساله و نکست رو میزنم. خب حالا رشته ای که میخوام براش اقدام کنم و اینجا وارد میکنم. اینجا که اسم رشته رو نوشته، به زبان انگلیسی ارائه میشه نوشته، یا اگه ایتالیایی باشه نمیدونم پرچم ایتالیا رو چرا نشون نمیده. اینجا دانشکده‌ای که هست مربوط به مهندسیه، مربوط به آرکیتکچر. اینجا کمپسی که هست، کمپس های مختلفی داره، لوکیشن های مختلفی داره، مثلا لئوناردو، بوویزا و لکو، منتووا. اینا رو میتونید داخل گوگل سرچ بزنید ببینید که کجا هست. و همینطور شما میتونید 2 تا انتخاب داشته باشید، ولی خب حداقل باید یه انتخاب رو توی رشته ها انجام بدید و دومیش آپشناله. برای مثال من چه رشته انتخاب کنم؟ سیویل انجینیرینگ رو انتخاب میکنم به عنوان انتخاب اولم. دانشگاه کمپس لئوناردو که توی مرکز شهر میلانه، البته این ایتالیایی بود. سیویل انجینیرینگ انگلیسش انتخاب میکنم و اگرم دومی میخوام انتخاب میکنم و میام نکست رو میذارم. اینجا به من نشون میده که اولی انتخابم این بوده و اگه دومی هم باشه نشون میده. بعد نکست رو میزنم. اگه آزمون زبان داده باشم اینجا اضافه میکنم، اگر نداده باشم نیاز نیست اینجا حرکتی بزنم. مثلا اینجا آزمونه آیلتس رو میذارم، تاریخش رو میذارم 1 اکتبر، نمره هم میزنم 6. اینجا باید آپلود کنم داکیومنتو. آپلودش کردم، سیو اند کانتینیو رو میزنم، تیک اینجا رو میزنم yes confirm and continue. اینجا نشون میده بهم که آپلود کردم. next رو میزنم. اگه آزمون دیگه هم دادم اون رو وارد میکنم. نیازی نیست وارد کنی. اگر مدرک زبان نداری بدون مدرک زبان هم میشه اپلای کرد. فقط موضوعی که هست
یه تاریخی به شما میده، تا اون بازه زمانی، تا اون تاریخ باید مدرک زبانتون رو آماده کنید. درباره یه چیز دیگه هم، یه نکته دیگه هم اینجا نوشتم بگم، این که پلی‌تکنیک میلان تا سال قبل حداقل معدلش 14.5 بود، الان 15.5. اگر معدلتون زیر 15.5 اونجا که داشتم معدل وارد میکردم، اصلا وارد اپلای نشید. پروسه اپلای شما انجام میدید، کارتون تمام میشه، خیلی خوشحال تمام میکنید، آخرش 2 روز بعدش بهتون ایمیل میزنن که شما ریجکت شدی به خاطر اینکه معدلتون زیر 15.5. پس حداقل معدل رو حتما باید داشته باشی و دنبالش بری، دنبال اپلای پلی‌تکنیک میلان بری. خب رسیدم به یه مرحله آپلود داکیومنت ها. اینجا نشون میده چیزایی که من آپلود کردم، میتونی روش کلیک کنی ببینی که درسته یا نه و ببینید چه جوریه. حالا سی وی تون رو اینجا آپلود میکنید. اگر هم خواستی سی وی تون رو طراحی کنید و نمیدونستی، میتونید به من پیام بدید تو تلگرام. اینجا نمره معدلتون رو، مدرکی که هستش رو دارید و معدل داخلش وارد شده رو وارد میکنید. آزمون زبانتون که وارد شده، اگر ایتالیایی اپلای کردید برای آزمون زبان و دادید اینجا وارد میکنید. اگر توصیه نامه دارید اینجا وارد میکنید. استیتمنت آف پرپس یا انگیزه نامتون رو اینجا وارد میکنید. دوباره این مدارک رو اگه خواستید آماده کنید، من هستم. میتونید تلگرام من که اینجا آیدیشو میذارم پیام بدید. استادی پروگرام یا شرح دروس گفتم داخل ویدیو اینجا آپلود میکنید. چرا من زدمش دیگه، کنسل میزنم. جیاری هم هستش و میتونید آپلود کنید. اما موضوعی که هست، اونایی که 2 تا 3 تا داره حتما باید آپلود بشه، مثل رزومه، مثل این معدله. و اونایی هم که 3 تا ستاره داره اجباری نیست، ولی داشتنش خیلی تاثیرگذاره، به خاطر اینکه کورسایی که تو پلی‌تکنیک میلانه رقابتی، یعنی مدرک زبان میتونی آپلود نکنی، میتونی امتحان زبان ایتالیا اگه نداری آپلود نکنی، توصیه‌نامه آپلود نکنی، SOP آپلود نکنی، استادی پروگرام آپلود نکنی، جیاری آپلود نکنی. با این حال من اینا رو همینجوری یه چیزی پر میکنم فقط که بتونم جلو برم. خب اونم آپلود کردم دیگه، اجباری چیزی ندارم. نکست رو میزنم. خب چجوری درباره دانشگاه میلان متوجه شدی و شنیدی که کورس داره برگزار میشه؟ اینو بگم که اولین، قبلا برای کارشناسی ارشد اقدام کردی در پلی‌تکنیک میلان؟ No. How did you hear about the Politecnico di Milano? From my friend مثلا. و اینجام که هیچ. نکست رو میزنم. داری میگی که اطلاعاتی که وارد کردی طبق داکیومنت ها هستن، اجازه میدی که این دسترسی ها به اطلاعاتت باشه. یس رو میزنی، مجبوری که یس رو بزنی تا سیو رو بزنی. اینجا باید اپلیکیشن فی دانشگاه پلی‌تکنیک میلان رو پرداخت کنی. 50 یورو هزینه اپلیکیشن فی برای 2 تا رشته. این پاگوپا رو میزنی، من میزنمش فقط ببینیم چجوریه. راسکلیک نمیشه که بعد روش چپ کلیک. Please be aware after paying. قدیم تر از زمان کرونا پرداخت انجام میدادی، رسیدش رو آپلود میکردی. بعد کرونا دیگه اینطوری شدش که مستقیم خودش به درگاه وصل میکنه و میتونی از اونجا پرداخت کنی. رکورد داکیومنت که هیچی وصلتون میکنه. اینجا هم نوشته راستی 50 یورو میذاره اپلیکیشن فی. یه چیزی بگم که به روزهای آخرم موکول نکنید این کارو، روزهای آخر مربوط به ددلاین، و زودتر این کار انجام بدید. ممکن تا تو حساب بشینه 1 روز 2 روز طول بکشه. بعد از اینکه نکست رو میزنید به این قضیه به اینجا میرسید که سکسسفولی تموم شده اپلایتون و بهتون توی ایمیل اطلاع داده میشه که اپلایتون انجام دادی و همینطور میتونی داخل خود همین صفحه بیای و چک کنی که اپلایت درست انجام شده و کامل انجام شده یا نه. اینجا هم روش کلیک کنم،
وارد صفحه پرداخت میشم. یک کدیچه اپلای که مربوط به پرداخته برای من درست کرده، روش کلیک میکنم نحوه پرداختمو و بعد از اینکه پرداخت رو انجام دادم پرداختم تکمیل میشه و بعد دیگه منتظر بمونم که بررسی کنن شرایط منو و ببینن که قابلیت گرفتن پذیرش رو داخل این دانشگاه دارم یا نه. من یادم رفت نشون بدم که 2 ایمیل دیگه هم از طرف دانشگاه پلی‌تکنیک میلان میاد. یه دونش این که اپلای شما کامل انجام داده شده و میتونید از توی راهنماییاش استفاده کنید. اینم گفتم بگم که ایمیلم براتون میاد. این نام خانوادگیه. ببخشید که خیلی تند صحبت کردم داخل این ویدیو به خاطر اینکه نمیخواستم خیلی طولانی بشه. از نکات دیگه که میخوام بگم و اینجا نوشتم و نگفتم، اول اینو بگم اگر سوالی داشتید حتما کامنت بذارید. ممکنه که من یه قسمتایی رو برای همه توضیح نداده باشم، مثلا درباره همین کاردانیه که گفتم، یا مثلا اگر فارغ التحصیل نشده بودید یا شده بودید، این تفاوت رو داره یه مقداری. ولی خب اصلا ریسک نکنید، حتی معدلتون 15 خالیه بازم اپلای انجام ندید، به خاطر اینکه تعداد متقاضی زیاده و راحت سریع ریجکتتون میکنن. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و این ویدیو بتونه کمک کنه بهتون که اپلایتون رو انجام بدید. همینطور در ادامه این قسمت اگر نگاه کنید نوشته need help contact us، میتونید اینجا پیام بدید و یا ایمیل بزنید بهشون و سوالی اگر داشتید تو این پروسه اگه شک داشتید همینطور میتونید کامنت بذارید، خیلی راحت تره و من خیلی سریعتر جواب میدم تا میلان. و یادتون نره که این ویدیو رو لایک بزنید و اگر سابسکرایب ندارید سابسکرایب داشته باشید. این مهمترین چیزی که ازتون میخوام. هیچ هزینه‌ای نداره و لطف میکنید که این کار رو انجام میدید. تا اپلای‌های بعدی روزتون بخیر. من اپلای دانشگاه دیگرم داخل همین یوتیوب میذارم، حالا فعلا به ترتیب دانشگاهی که داره باز میشه جلو دارم میبرم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.